درود بر دوستان عزیز. مبحث پایانی فصل سوم گویا کردن مخرج کسرهاست. فعالیت مربوط به این گویا کردن مخرج کسرها رو میگیم. تمرینات پایان فصل رو هم حل میکنیم. ادامه این مطالب رو انشاءالله در جلسات آینده با هم مرور خواهیم کرد. منظور از گویا کردن مخرج یک کسر یعنی ضرب کردن صورت و مخرج اون کسر در عدد یا عبارتی که مخرج رو از حالت رادیکالی به حالت گویا یا حالت عدد غیر رادیکالی در بیاره. طبیعتا وقتی فرجه رادیکال عدد 2 باشه و دارای تک رادیکال به صورت مثلا 2 رادیکال 3 باشه، کافیه که صورت و مخرج این کسر رو در رادیکال 3 ضرب و تقسیم کنیم. صورت کسر 5 رادیکال 3، ولی مخرج کسر 2 رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 رادیکال 3 در رادیکال 3 ضرب بشه میشه 3، 2 سه تا میشود 6 تا. مخرج این کسر گویا شد. دومین کسر که به صورت 2 بر روی رادیکال 4 به فرجه 3 هست، شما میتونید برای اینکه مخرج این کسر رو گویا کنید باید در یه عبارت در رادیکالی ضربش کنید که توان و فرجه بعد از ضرب کردن با هم دیگه برابر در بیان. تو روش اولی که کتاب پیشنهاد داده، ما میایم صورت و مخرج این کسر رو در رادیکال 4 به توان 2 با فرجه 3 ضرب میکنیم. صورت کسر به صورت 2 رادیکال 4 به توان 2 به فرجه 3 به دست میاد، اما مخرج کسر توان 1 برای رادیکال اول و توان دوم برای رادیکال دوم هست که اگه در همدیگه ضربشون کنیم میشه رادیکال 4 به توان 3 با فرجه 3. من می نویسم بعد سادش میکنم. توان 3 و فرجه 3 با همدیگه ساده میشن. صورت کسر 2 رادیکال 4 به توان 2 فرجه 3 هست و مخرج کسر 4. اگر سادش کنیم 2 و 4 با همدیگه ساده میشن و عبارت مورد نظر به دست میاد. اما راه دیگری برای محاسبه این وجود داره، اینه که قبل از اینکه گویاش کنیم بریم سادش کنیم. مثلا عبارت 2 بر روی رادیکال 4 به فرجه 3 رو ابتدا به صورت 2 به روی رادیکال 2 به توان 2 به فرجه 3 می نویسیم. حالا میریم اینو گویا میکنیم. پس برای اینکه این گویا بشه کافیه در رادیکال 2 به توان 1 با فرجه 3 ضرب و تقسیمش کنیم. صورت کسر 2 رادیکال 2 به فرجه 3 و مخرج کسر این توانش 2، اینم توانش 1، توانها مجموعش رو میشه 3 با فرجه 3 ساده میشن 2، 2 با 2 ساده میشه رادیکال 2 به فرجه 3 به دست میاد. قطعا تو روش اول محاسبات ساده کردن بعدش برامون سخت‌تر خواهد بود، چون اگه این 4 به توان 2 رو بنویسیم 2 به توان 2 به توان 2، 2 به توان 4 حاصل میشه، 2 به توان 3 میاد بیرون و ادامه ماجرا. پس بهتره که ما این کار رو انجام بدیم، یعنی اول تا جایی که امکان داره اون عبارت رادیکالی رو به صورت یه عبارت تواندار بنویسیم، بعد از اون بریم سراغ گویا کردن مخرج کسر. یک تذکر رو بچه توجه بکنید. وقتی ما میگیم گویا کردن، الان ما داریم میگیم مخرج کسر رو گویا کنید. بعضی وقتا لازم میشه صورت کسر رو گویا کنیم، یعنی لزومی نداره که همیشه مخرج کسر رو گویا کنیم. ما در محاسباتمون لازم میاد که مخرج کسر گویا بشه، اما بعضی وقتها در ریاضیات جایی ضرورت داره که بریم صورت کسر رو گویا کنیم. خیلی خوب، ادامه بدیم. دو تا عبارت مانند رادیکال آی به اضافه رادیکال ب و رادیکال آی منهای رادیکال ب که شامل مجموع و تفاضل دو قسمت یکسانند، یک اتحاد مزدوج رو برای ما میسازند. حاصل ضرب این دو تا عبارت که اتحاد مزدوجه میشه اولی به توان 2 منهای دوم به توان 2 آی منهای ب است.
پس اگر کسرهای شما یا اون عبارتی که قرار گویاش کنید از دو جمله تشکیل شد که یکیش رادیکالی و یکیش چیز دیگه ای هست، حالا اونم میتونه دوباره رادیکال باشه، برای گویا کردن مخرج این کسر در مزدوجش ضرب و تقسیم میکنیم. اگر به اضافه بود در منهاش ضرب و تقسیم میکنیم. نگاه کنید، اگر اینجا منها بود در به اضافهش ضرب و تقسیم میکردیم. خب با ضرب کردن اینها صورت کسر 2 در رادیکال 3 منهای 5 به دست میاد. مخرج کسر اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. اولی به توان 2 میشه 3، دومی به توان 2 25. 3 منهای 25 میشه برابر با چقدر؟ منفی 22. این منفی 22. بعد اگه 2 رو با منفی 22 ساده کنیم این میشه 1، این میشه منفی 11. 11 رو نگه داشته، منفی رو برده در صورت کسر ضرب کرده که شده 5 منهای رادیکال 3 به روی 11. بریم سراغ مواردی که خودش گفته این کار رو برامون انجام بدید. خب اینجا رادیکال 5 منهای رادیکال 3، پس اگر قرار بشه من این کسر رو مخرجش رو گویا کنم، میرم در کی ضربش میکنم؟ در رادیکال 5 به اضافه رادیکال 3. رادیکال 5 به اضافه رادیکال 3. صورت کسر رادیکال 5 به اضافه رادیکال 3، مخرج کسر میشه 5 منهای 3 که برابر با 2 است. کسر بعدی رو نگاه کنید. برای اینکه اینو گویاش کنیم در مزدوجش، مزدوج به اضافه میشه منها، پس در 3 رادیکال 2 منهای 4، اینم 3 رادیکال 2 منهای 4 ضرب و تقسیمش میکنیم. صورت می-نویسیم 8 در پرانتز 3 رادیکال 2 منهای 4 و مخرج کسر 3 رادیکال 2 به توان 2 میشه 18. 9 ضرب در 2 که میشه 18 منهای 4 به توان 2 که میشه 16. مخرج کسر 18 منهای 16 میشه 2. اینم که 8 در 3 تا رادیکال 2 منهای 4 هست. 2 رو با 8 ساده کن، بعد 4 رو تو پرانتز ضرب کن، میشه 12 رادیکال 2 منهای 16. توی محاسبات بچه ها حواستون به این مطلب باشه که تا جایی که امکان داره اول ساده کنید، بعد آخر ضربه های نهایی رو انجام بدید. اگه اول کار ضرب رو انجام بدید اون وقت در محاسباتتون به مشکل برخورد خواهید کرد. بریم سراغ قسمت پ. قطعا برای گویا کردن این عبارت صورت و مخرج کسر رو در رادیکال x به اضافه رادیکال y ضرب و تقسیم میکنیم. صورت کسر میشه x منهای y در پرانتز رادیکال x به اضافه رادیکال y و مخرج کسر اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. x منهای y از صورت و مخرج ساده میشه، حاصل میشه رادیکال x به اضافه رادیکال y. بعضی وقتها بچه ها میشه یه کارهایی انجام داد که ما نریم گویا کنیم مخرج کسر رو، برعکس صورت کسر رو تجزیه کنیم و بعد ساده کنیم. مثلا x منهای y این بالا رو بنویسیم رادیکال x به اضافه رادیکال y در رادیکال x منهای رادیکال y. بعد که ساده کنیم دوباره به همین نتیجه مورد نظر خواهیم رسید. خودتون بچه اینو انجام بدید و نتیجه رو مشاهده کنید. بریم سراغ قسمت بعدی. تو قسمت بعد برای اینکه گویاش کنیم مخرج کسر رو در رادیکال x به اضافه h به اضافه رادیکال x ضرب و تقسیمش میکنیم. صورت کسر می نویسیم h در رادیکال x به اضافه h به اضافه رادیکال x، ولی مخرج کسر اولی به توان 2 بعد منهای دومی به توان 2. اول این منهای x رو با این x میزنیم، صورت کسر همون عبارت خودش باقی میمونه، اما مخرج کسر بعد از ساده شدن h به دست میاد که اگر h ها رو ساده کنیم
اون وقت حاصل به صورت رادیکال x به اضافه h به اضافه رادیکال x به دست میاد. خب در تمام این 4 حالت اگه دقت کرده باشید فرجه رادیکال ها برامون 2 بود. اما اگر فرجه رادیکال ها 3 بود، برای گویا کردن کسر مجبور میشیم از اون اتحاد مجموع یا تفاضل مکعبات یا به زبان خودمونی اتحاد چاق و لاغر استفاده کنیم. مثالهای بعد دقیقا همین مطلب رو برای ما مشخص کرده. مثلا به این سوال دقت کنید. گفته اتحاد چاق و لاغر، این لاغرش x منهای y و اینم چاقش هست. اگه ما بیایم این دوتا رو در همدیگه ضرب کنیم حاصل میشه اولی به توان 3 منهای دومی به توان 3. خب حالا اگر لاغرش رادیکال a به فرجه 3 منهای رادیکال b به فرجه 3 باشه، چاقش میشه اولی به توان 2 حاصل ضربشون با علامت مخالف، بعدش دومی به توان 2. حاصل ضرب این دوتا میشه اولی به توان 3 منهای دومی به توان 3. یعنی باعث میشه که اون عبارت رادیکال با فرجه 3 از بین بره. دقیقا مشابهش پایینی هم همینه. اولی به توان 2 حاصل ضربشون با علامت مخالف چون به اضافه بود میشه منهای رادیکال AB به فرجه 3، اینم به اضافه رادیکال B به توان 2 به فرجه 3 که حاصل این دوتا با هم میشه اولی به توان 3 به اضافه دومی به توان 3. اولی به توان 3 میشه A چون رادیکالش با توان 3 از بین میره، بعدی هم به توان 3 حاصل میشود B. خب پس باعث شد که اون عبارت رادیکالی از بین بره. دو تا مثال براش مطرح کرده. میگه برای گویا کردن این کسرها چه کاری رو میتونید انجام بدید. مثلا برای قسمت اول که رادیکال 2 به فرجه 3 منهای 1 هست، این لاغره در چاقش ضرب و تقسیم کرده، چاقش اولی به توان 2 حاصل ضربشون با علامت مخالف دومی به توان 2. اینم دقیقا همینه که حاصل میشود این عبارت به همین ترتیبی که میریم اولی به توان 3 منهای دومی به توان 3. یک تذکر رو من الان بهتون بدم بچه‌ها. الان لاغرش رو بهتون داده، شما در چاقش ضرب و تقسیم کردید. شاید در امتحان شما من برعکس سوال رو بدم، یعنی چاق رو بدم، شما با در لاغرش ضرب و تقسیم کنید تا اون عبارت مخرج کسر گویا بشه. پس حتما حواستون رو جمع کنید. اگه لاغر رو دادن در چاقی ضرب و تقسیم میکنیم، اگر چاق رو دادن در لاغرش اونو ضرب و تقسیم میکنیم. مثال بعدیش هم نگاه کنید. دقیقا مشابه با همینه. حوصله داشته باشید بچه‌تون نوشتن. چاقش، دقت کنید این عبارت رو در چاقش ضرب و تقسیم میکنیم و صورت کسر رو مینویسیم، مخرج کسر هم که دیگه برداشته میشه. همین کار رو بچه‌ها برای این 4 تا نمونه انجام میدیم. نمونه الف، برای اینکه اینو گویاش کنیم میریم در چاق این پایینی ضرب میکنیم. خب اولی به توان 2، حالا میتونی همینجور 5 به توان 2 بنویسید بچه‌ها، هم میتونید 25 بنویسید. حاصل ضربشون با علامت مخالف دومی به توان 2. عین همین رو پایین تکرار کنید. اولی به توان 2 حاصل ضربشون با علامت مخالف و این هم دومی به توان 2. صورت کسر رو عیناً می نویسیم، با حوصله می نویسیم. منهای رادیکال 5 به فرجه 3، اینم که به اضافه 1. اما مخرج این کسر اتحاد چاق و لاغره، میشه اولی به توان 3 به اضافه دومی به توان 3 که میشه چقدر؟ 6. حالا اگر 2 رو با 6 ساده کنیم میشه 3. صورت کسر رادیکال 25 به فرجه 3 منهای رادیکال 5 به فرجه 3 به اضافه 1، ولی مخرج کسر چقدره؟ مخرج کسر برابر با 3 خواهد بود. خب من مورد الف رو براتون انجام دادم. موارد ب، پ و ت رو
دقیقاً مشابه با همین شما انجام بدید. بریم سراغ تمریناتمون. تو تمرینات گفته هر یک از عبارتهای زیر رو تا حد ممکن تجزیه کنید. برای تجزیه کردن حالتهای مختلف و جلسه قبلی با هم کار کردیم. این قسمت ت چاق و لاغره، چاق و لاغره. این یکی هم چاق و لاغره. این یکی میتونی چاق و لاغر بزنی، میتونی اول مزدوج بزنی بعد چاق و لاغر. سر کلاس براتون حلش کردم. x4 منهای y4 این میشه مزدوج. بعد که مزدوج زدیم دوباره یه مزدوج میخواد، دوباره یه مزدوج میخواد. خب مورد ت، الف و ت رو براتون می‌نویسم. مثلا برای مورد الف نگاه کنید. x به توان 4 منهای y به توان 4 که حاصل میشه یه اتحاد مزدوج x2 منهای y2 در x2 به اضافه y2. بعد دوباره x2 منهای y2 دوباره اتحاد مزدوجه x منهای y در x به اضافه y. این هم x2 به اضافه y2. پس عبارت x4 منهای y4 به 3 تا عبارت تجزیه شد. به هر کدوم از این عبارت ها یادتونه چی میگفتیم؟ به هر کدوم از این عبارت ها میگفتیم عامل. یعنی x4 منهای y4 به 3 تا عامل ضربی تجزیه شد. مثلا تو تست های کنکور یا تست هایی که ازتون گرفته میشه میگن کدام یک از عامل های زیر جزو عامل های ضربی x4 منهای y4 نمی باشند یا می باشند، که بر اساس تجزیه میتونیم اونها رو پیدا کنیم. خب گفتیم قسمت ت رو هم حل کنیم. قسمت ت در واقع این بوده بچه، بوده a b2 به توان 3 منهای 2 به توان 3. خب این همون x به توان 3 منهای y به توان 3 دیگه. یعنی لاغرمون این الان AB2 لاغرمون منهای 2، این لاغرمون. حالا چاقمون چیه؟ اولی به توان 2، خب میشه A2 B4. حاصل ضربشون با علامت مخالف 2 تا AB2. دومی به توان 2 4. راحت تجزیه شد. مسئله شماره 2 مطابق اون مواردی که با هم دیگه گفته بودیم، برای الف در مزدوجش ضرب و تقسیم میکنیم، برای ب در مزدوج، برای پ در چاقش ضرب و تقسیم میکنیم و برای قسمت ت هم در چاقش ضرب و تقسیم میکنیم. چون نمونه اینها رو با هم دیگه کار کردیم من دیگه نمی نویسم. بریم سراغ سوال سوم. میگه عبارت‌ها یا حاصل ضرب‌های زیر رو به کمک اتحادها به دست بیارید. یعنی در واقع روشی بگید که محاسبه آسونتر بشه. روشی بگید که محاسبه آسونتر بشه. نه اینکه سخت‌ترش کنید، آسونتر بشه. خب نمونه الف که 16 ضرب در 14 بوده رو خودش انجام داده. قسمت ب 105 به توان 2 رو ما میتونیم بنویسیم 100 به اضافه 5 به توان 2. اتحاد چیه؟ مربع. میشه اولی به توان 2 و 4 تا 0 میگیره. 2 برابر اولی در دومی میشه 1000. بعد دومی به توان 2 25. 10,000 اینم 1,000 میشه 11,000. میشه 11,000 و چقدر؟ 25. راحت تر محاسبه شد. یا مثلا قسمت پ این همون چیه؟ 10,000 منهای 1 به توان 2. محاسبه قطعا برامون راحت تر خواهد بود که ما بیایم 9,999 رو به توان 2 برسونیم. از اتحاد مربع استفاده میکنیم اینو انجام میدیم. اولی به توان 2، بعد 2 برابر اولی در دومی، بعدش هم دومی به توان 2. این حاصل رو حساب میکنید بچه ها، جواب رو برای ما به دست میارید.
برای قسمت ت 105 به توان 3 باز همین کار رو انجام میدیم. میشه 105 پس میشه 100 به اضافه 5 به توان 3. 100 به اضافه 5 به توان 3. اینم میشد چی؟ میشد اولی به توان 3. بعد 3 برابر مربع اولی در دومی. 3 5 تا میشه 15 تا، مربع اولی هم میشه 10,000. یعنی میشه چقدر؟ 150,000 به اضافه 3 برابر مربع دومی یعنی 75 در اون اولی که میشه 7500 به اضافه 5 به توان 3 که میشه 125. محاسبش هم بچه به عهده خودتون. اینم از سوال سوم. اما بریم مسئله شماره 4 رو ببینیم. میگه حاصل این عبارت ها رو به دست بیارید. برای اینکه حاصل عبارت ها رو پیدا کنیم باید مخرج ها مثل همدیگه باشن. من نمیگم قطعا گویاشون کنید من نمیگم گویا کنید، اما باید مثل هم باشن. ولی جالبه اگر شما به x منهای 1 توجه کنید، این یکی رو گویا کنید مخرج میشه x منهای 1. اگر این رو هم گویا کنید اینم مخرجش میشه x منهای 1. پس هر سه تا مخرج با هم دیگه برابر در میان. قسمت ب هم همینه بچه‌ها. این x منهای 1 اگر اینو در چاقش ضرب و تقسیم کنید اینم مخرجش میشه x منهای 1. حالا که مخرج ها با هم برابرن یکی از مخرج ها رو می نویسیم، بعد صورت ها رو با هم جمع و تفریق می کنیم. دقت بکنید. پس برای الف و ب من این جواب هاشو به عهده خودتون میذارم. حالا بعد از اینکه کلاس تمام شد یکی از بچه ها که قشنگتر از بقیه فهمید بره جواب این دوتا سوال رو پای تابلو بنویسه یا بنویسه برای بقیه بچه ها بفرسته تو گروهی که دارن. مسئله شماره 5 یکی از سوالای مهمه، معمولا تو خیلی از آزمون ها میاد. خوب اگه به این عبارت دقت کنید بچه ها، شما یه آیه به اضافه ب اینجا دارید، یه آیه منهای ب رو از شما خواسته و میدونیم که این دوتا اتحاد چی هن؟ مزدوج یک دیگرند. اینا مزدوج های همن. یکی از اینها مقدارش رو بهمون داده، این یکی گفته مقدارش چنده. خب اول بریم ببینیم اگر اینها رو در هم دیگه ضرب کنیم و اتحاد مزدوج به دست بیاد حاصل چی میشه؟ این x به اضافه 2 به اضافه x منهای 4 در اینم هست x به اضافه 2 منهای رادیکال x منهای 4. حاصلش اتحاد مزدوجه که میشود x به اضافه 2 منهای x منهای 4 که اگر منهای x رو با x بزنیم حاصل میشه چقدر؟ 6. قشنگ شد. این عدد که حاصلش برابر با 3 هست در این عدد ضرب شده 6. خب مشخصه که این چنده دیگه؟ این چه عددی بوده؟ 2. پس مقدار رادیکال x به اضافه 2 منهای رادیکال x منهای 4 برابر چه عددی می شود؟ برابر عدد 2 است. این میشه جواب مربوط به این سوال. خب مطالب مربوط به این قسمت تمام شد. این قسمت خواندنی بچه‌ها نوشته ستایی های فیثاغورس یا اصطلاح آرومتر آسونترش اعداد فیثاغورسی هستند. اعداد فیثاغورسی چیه؟ 3 و 4 و 5. میگه این سه تا عدد و تمام مضربه های آنها و تمام مضرب هاشون اینا چی هن؟ اعداد فیثاغورسی هن. یعنی مثلا من بنویسم 3 رادیکال 2 و 4 رادیکال 2 و 5 رادیکال 2 اعداد فیثاغورسی هم بله. یعنی اگه بنویسم 6 و 8 و 10 اعداد فیثاغورسی هم بله. پس این سه تا عدد همراه با مضرب هاشون میشن چی؟ اعداد فیثاغورسی. دو دسته دیگه از همین اعداد وجود داره
دو دسته دیگه وجود داره که اونها هم همین ویژگی رو دارن. معمولا توی آزمون‌ها این اعداد فیثاغورسی رو میدن که ما راحت‌تر محاسباتمون رو انجام بدیم. در مثلثات دیدید بچه‌ها 3 و 4 و 5 خیلی تکرار شده بود. باز دو دسته دیگه وجود داره. اون دو دسته رو هم بچه‌ها برید تحقیق کنید، پیداشون کنید و اونا رو هم به خاطر بسپرید. تو جلسه بعدی اگر نتونستید پیدا کنید من اونا رو بهتون خواهم گفت. مثلث خیام پاسکال رو که سر کلاس درس گفته بودیم بچه‌ها این هست. میگه اگر ضرایب رو به این شکل در یه مثلث قرار بدیم، این اولین میشه چی؟ همون ضرایب مربوط به آ به اضافه ب به توان صفره. ردیف دوم چی بود بچه‌ها؟ ضرایب مربوط به آ به اضافه ب به توان 1. ردیف بعدی، ردیف بعدی و ردیف بعدی و همه این موارد سر کلاس با هم کار کردیم. بعد گفتیم به کمکش میتونیم توانهای مختلف آ به اضافه ب رو به دست بیاریم. امیدوارم بچه‌ها مطالبی که گفتم به شکل حالا ضبط شده مورد رضایت شما قرار بگیره، تونسته باشین این مطالب رو خوب بفهمید. توی جلسه بعدی که انشاءالله جلسه‌مون احتمالا روز سه‌شنبه خواهد بود، تو جلسه سه‌شنبه ما باید فصل 4 رو شروع کنیم. آزمون نوبت اولمون بچه‌ها تا ابتدای سهمی ها خواهد بود. اگر رسیدیم بیشتر درس میدیم، اما اگر نرسیدیم همونجا ابتدای سهمی ها مطلب رو میبندیم. یعنی فصل 4 تقریبا یه 10-12 صفحش رو درس خواهیم داد. موفق باشید. خدا نگهدار.